میکنم شفیع عیار هستم. به این که با هم امروز یک کم قرآن بخوانیم. ما امروز یک کم مختصر در مورد جنت و دوزخ از دید قرآن به شما معلومات میدم. اما پیش از او از دید قرآن برای شما میگم که قرآن از دید قرآن چی است و پیغمبر از دید قرآن چی هستند. اینو خوب گوش کنین، سرما مگر کار نشین. اگر شما در اینجا کدام چیزی دیدین که تا اعصابتان خراب کرد، بالا سعی کنین، بالا. چون ما ایمان داریم که قرآن از طرف خداوند نازل شده. من هیچ چیز از خود این زیاد نمیکنم. شما میتونین امو هر قرآنی که در خانه دارین و امو لسانی که شما دارین بخوانین، ببینین کمی هست یا نه. اگر نبود باز مرا در جریان بانین. ما پیش از اینکه بیایم به شما بخوانم چندین ترجمه را سعی میکنم، به انگلیسی هم به عربی هم، که نشه که همیشه غلطی. خب ما نه انگلیسیم قدر بسیار خوبه نه عربیم خب کمتر از انگلیسیم است، اما هنوز هم بهتر نیست که هیچ نفهم. یک دفعه اما اطمینان خدا حاصل میکنم. قرآن پیغمبر از دید قرآن سوره یاسین، البته پیش از او هم آیات متعدد است. ما از اینجا برای شما شروع میکنم. سوره یاسین شریف آیت دوم: قسم به قرآن حکیم که تو از پیغمبرانی و در راه راست هستی. خداوند قسم میخوره، خدا قسم میخوره، میگه او پیغمبر من قسم میخورم. به چی قسم میخورم؟ با می قرآن قسم میخورم که تو پیغمبر هستی و در راه راست هستی. یعنی من نمیفهم که خداوند چرا حاجت است که قسم بخوره. ما خداوند قبول میکنیم. حال ما خداوند قبول میکنیم که خداوند امیال بگوید که این شیر سیاس شما قبول میکنیم. حاجت چیز که قسم بخوره، وام به چیز قسم میخوره که خودش خلق کرده. قرآن خداوند خلق کرده، قرآن مخلوقه. قسم به قرآن حکیم که تو پیغمبر هستی و در راه راست هستی. بسیار خوب. این آیت توی سوره یاسین بود. در آیت 5 میگه نزول قرآن از طرف خداوند توانای مهربان است. بسیار مهم است، از طرف خداوند توانای مهربان. توانای یعنی که با ما نیاز نداره، خودش پیغمبر در راه راست برده، قرآن هم خودش رایی کرده. یعنی ما مجبور نیستیم که از خدا و پیغمبر دفاع کنیم. قرآن از طرف خداوند توانای مهربان است. مهربان که یعنی ما با مهر خداوند نیاز داریم و خداوند ما مهربانه. یعنی خداوند که ایره بزن نیست. آیت 35 سوره صافات: آنها کسانی بودند که وقت با آنها گفته میشد معبود غیر از خداوند وجود ندارد، تکبر می‌ورزیدند و قبول، یعنی که قبول نمی‌کردند و میگفتند به خاطر شاعر دیوانه معبودهای خود را ترک کنیم. این طور نیست. خداوند باز میگه وقتی که ما بر از اونا، بر همون قومی که گفت برای پدرایشان پیغمبر نامده بود، قرآن ما بر از وارایی کردیم و پیغمبره، همون مردمی که وقتی که برشان گفته میشد در مورد قرآن که ایمان بیارین، اما واد تکبر میورزیدن، میفتن از خاطر یک شاعر دیوانه منظورشان محمد است. و در قرآن همی آمده، یا نیره من نمیگم، حال دیگه من خدا نکرده نمیگم، چون در اینجا نامده که الله بلا تشبیه در همیشه گفته شده. ما آیت قرآن میخوانم، چون اگر من در این بگویم بلا تشبیه خدای تو میگه، ما غلطی خدا را میگیرم. خدا هم تو گفتم، همه تو میخوانم. آنها کسانی بودند که وقت با آنها گفته میشد معبود غیر از خدا وجود ندارد، تکبر میورزیدند، یعنی که قبول نمیکردند که پیغمبر است و میگفتند به خاطر شاعر دیوانه، در حالی که محمد شاعر هم نبود، و میگفتند به خاطر شاعر دیوانه حقیقت معبودهای خود را ترک کنیم. باز خداوند میگه این طور نیست. پیغمبر حقیقت است و پیغمبران گذشته را تصدیق کرده. یعنی محمد پیغمبرای گذشته را تصدیق کرده. قرآن تصدیق دیگه کتابه. شما عذاب پر درد را خواهید چشید. حالا پیش از اینکه عذاب پردرد بگویم، یکی دو آیت دیگه هم در همین مورد میخوانم. سوره فصلت آیت 3: قرآن کتاب است که آیاتش به طور واضح برای شما شرح داده شده. برای شما که میگه برای ما عربا که به لسان عربی گفترشان رایی کردیم.
آیت سوم، قرآن کتابی است که آیاتش به طور واضح برای شما، برای همون مردم شرح داده شده. 44 فصلت، آیت نمی سوره فصلت. اگر قرآن را به زبان غیر از عربی نازل میکردیم میگفتند برای عربا به زبان غیر عربی صحبت میکنند، مگر قرآن برای افراد با ایمان هدایت است. کنین ای بازم که یعنی قرآن برای اونمو مردم مکه آمده که میگه اگر قرآن ما به زبان غیر از عربی رایی میکنیم بازت میگفتن او بیادر برای عربا و کتاب آوردن و دیگر لسان برای ما میخوایی که ما هدایت شیم. خدایا پیغمبر هم از خود ما بده، کتاب هم از خود ما. عربای چادر نشین و شار بودن، ما و شما غول هستیم از خدایش نخواستیم تا حالت همون کار میشه. آیت 7 سوره شورا، خوب صحیح را گوش کنین که میگه پایی که میزنم کل از این همه تره هست نیست که ما از دل خود بگویم. قرآن عربی را این طور به تو وحی کردیم، به پیغمبر گفته میشه قرآن عربی را این طور به تو وحی کردیم تا اهالی مکه و اطرافش را از عواقب قیامت بترسانی. میبینین؟ تا اهالی مکه و اطرافش. اونو گپای دیگه که باز قرآن آمده که برای کل جهانیا آمده، او را اولاده ابو سفیان وقتی که چپاولگرای عرب رفتن که چور پرتن، باز دوجه گفتن این قرآن خب یا در تنها برای مردم مکه نیست یا برای مردم مدینه، این برای کل جهان است. اصلا قرآن به زبان عربی آمده، برای مردم آمده که پیش از او پیغمبر نداشتن، و زبان عربی آمده که باز نگوین که با ما رایی نکدی به زبان خود ما. و دیگه ای که این قرآن رایی کردیم، خداوند میگه را شما برین باز خوب بخوانین سوره شورا آیت 7. قرآن عربی را این طور به تو وحی کردیم به کی؟ به پیغمبر، تا اهالی مکه و اطرافش را از عواقب کارشان و از عذاب قیامت بترسانید. حالا ما میتونم دعوا کنم که خدا خودش میگه که برای مردم مکه و برای کسایی که عربی، و خدا در قرآن هم میگه که ما تا که از خود اون مردم برشان یک پیغمبر رایی نکنیم اونا را جزا نمیدیم. یعنی ما و شما میتونیم که بگویم خدای ما یک پیغمبر میخواهیم مثل مولانا، مثل بیدل، مثل حافظ، کسایی که با لسان زیبا گیرا و گوارا، یا مثل رودکی، مثل فردوسی، مثل دقیقی، اما در آدم های نخبه مثل ابو علی سینا با ما رایی که شاید هم اونا را با ما رایی کرده باشه. برحال حاله که خداوند امی پیغمبر رایی کرده و دیجا گفت که از عواقب کار خرابشان بترسانی، باز خداوند جزا در قرآن گفته دوزخ و جنت. اینمی دوزخ و جنت چی است؟ اینمی دوزخ و جنت. حال این حال ما میرم برای شما که کسایی که بچگک ها و دخترک های خوب هستین، نماز میخوانین و گفت میکنین، اگر شویتان یک لطم کدیتان میگه نه ای برای من ناناور خانه از خیر است. اگر که مریضم بودی که گفت پرتو دیجا خدا، اما تو میکنی که باز نه باش که در دنیا باز خدا نگویه که تو کت شویت خوب رفتار نکدی جنت دوزخ رایت میکنی. یعنی دخترک خوب باشی، بازو بچه‌ک خوب باشه که اگر 4 تا 5 تا 6 تا 10 تا زن و کنیز گرفت باز کت از اونا هم یک عدالت کنه که یک شو پیش از یک شو پیش از او بره که باز اونا شکایتشان نبره. باز در او صورت ما شما را کجا میبره؟ پاداش آنها بهشت جاوید است که وارد آن میشوند. این حال باز برای آدمکای خوب، مسلمانکای خوب تو بگفت شما را کجا میبره؟ جنت. جنت جاوید یعنی که همیشه است دیگه. جنت تو نیست که 1-2-3 روز میباشی پس میکنن. در اینجا دیگه که میری همیشه است. البته در قرآن است که یک صدای مهیب در محشر میه، تمام کسایی که زندام هستن میمرن، باز دامو صدای دیگه پس هم یک صدای مهیب دیگه بلند میشن، زنده میشن، کلگیشان در پیشگاه خداوند استاد میشه. هر کاری که کردن برشان داده میشه در دستشان و میگه اونیست دوزخ اینیست جنت. ما اورا را دیدیم، بالا دست کلتان گرفته
جنت می. دوستان عزیزم سلام.